این رو خود وزارت خارجه آمریکا باید پاسخ بده که چرا در این مقطع و اصولاً چنین سیاستی را اعلام کرده. ولی به طور کلی نه فقط در مورد حزب ما یا گروه هایی که اسم برده شده، بلکه به طور کلی در دوره اخیر دولت آمریکا اکراه داشته نسبت به و خیلی محتاط بوده نسبت به هر گونه گفتگو و تعامل با اپوزیسیون ایرانی و طبعا من فکر میکنم این خلأ بزرگی است در سیاست آمریکا و حتی به رسیدن به یک توافق بهتر با جمهوری اسلامی هم کمکی نخواهد کرد. ولی این یه مسئله عمومی است که مربوط به همه اپوزیسیون ایران میشه. من همونطور که عرض کردم معتقدم این یک خلأ جدی است، برای اینکه فشار حد اکثری کار خودشو کرده یا میکنه. به هر صورت مردم ایران نظر خودشون رو و موضع خودشون رو نه فقط در طی سالهای مختلف نشون دادند، بلکه به خصوص در دی ماه 96 و آبان ماه 98 نشون دادند و آمریکا بارها اعلام کرده که این صداها رو شنیده، صداهای مردم ایران رو و حمایت میکنه. بنابراین به نظر من قابل توضیح نیست این خلأ که چرا در این صورت از گفتگو با اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانی، حال کرد و همچنین غیر اون، هنوز اکراه داره. من این رو اشکالی در سیاست خارجی آمریکا میدونم. آقای محتدی، فکر می‌کنین بین این تصمیم گیری و نگاهی که دولت ترامپ داره به ایران هماهنگی وجود داره و به نوعی فکر می‌کنین که میخواد از زیر فشار این که آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران داره بگریزه آمریکا؟ ممکنه اینطور باشه، ولی مسئله تغییر رژیم یا تغییر نظام در ایران مسئله است که فقط خود ایرانیان میتونن در موردش تصمیم بگیرن و بنابراین کسی از آمریکا یا هیچ دولت خارجی دیگری نخواسته که برای مردم ایران در این مورد تصمیم بگیرند. ولی مردم ایران خواهان آزادی هستند، خواهان عدالت اجتماعی هستند، دموکراسی خواهند، میخوان سایه این حکومت فاسد و تبعیض‌گرا رو از سر خودشون کم کنن. مردم ایران نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در کشورشون بارها واکنش نشون دادن. همین دو دوره اخیری که گفتم، این صداها باید شنیده بشه و مردم ایران حق دارن که برای جلب حمایت افکار عمومی و جلب حمایت جامعه جهانی از خواستهای دموکراتیکشون تلاش بکنن. آقای محتدی، یکی از احزابی که خبرنگار بلومبرگ بهش اشاره کردن، حزبی که شما دبیر کلش هستین، حزب کمال کردستان، فکر میکنید که قرار گرفتن این حزب در کنار دیگر احزاب چه مفهومی داره؟ من خودم فقط از روی مطبوعات و رسانه ها متوجه شدم، بنابراین توضیحش هم به عهده من یا حزب ما نیست، ولی کن فقط میشه حدس زد. حدس من اینه که حساسیت ایران به دلایل مختلف در مورد این تعداد احزاب بیشتره و به طور مشخص در مورد حزب کمال کردستان ایران حساسیت زیادی ایران همیشه نشون داده در طول تمام سالهای گذشته و این مربوط به تحولات اخیری نیست. اخیراً چیزی اتفاق نیفتاده و این ولی 40 ساله، ولی اینو بدونید 40 ساله که مردم کردستان یک تنه در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. حمایت جامعه بین المللی را با خودشون نداشتن، کشوری از اونها حمایت نکرده، جریان بین المللی از اونها حمایت نکرده. لازم باشه 40 سال دیگه هم یک تنه در مقابلش می ایستند، در مقابل این نظام. ولی این حساسیت ها چیز قدیمیه، به 40 سال گذشته برمیگرده و من فکر می کنم آمریکا نبایستی این حساسیت‌های جمهوری اسلامی رو مراعات بکنه. آقای محتدی، آیا در ماه‌های گذشته تلاشی داشته حزب شما برای ارتباط گیری با مقامات آمریکا که بی پاسخ مونده باشه در راستای همین سیاستی که دارن ازش؟ من نمیتونم وارد جزئیات بشم، ولی کن به طور کلی ما حمایتمون از مردم خودمونه، چه ملت کرد در کردستان ایران و چه به طور کلی مردم سراسر ایران. به اونا متکی هستیم و به اونا پاسخگو هستیم، اما در عین حال برای
امر آزادی و عدالت و آرمانهایی که داریم کاملا تلاشمون برای جلب حمایت بین المللی رو داشتیم و از این به بعدم خواهیم داشت، پس نخواهیم کشید از این.